سلام دوستان، امروز اومدم که یک پلو خیلی خوشمزه را آماده کنیم. پس بریم که با هم درست کنیم. داخل یک تخم پزی کمی روغن میریزیم، 2 عدد پیاز نگین خرد شده داریم که بهش اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم تا پیازها سبک بشه. بعد که پیاز سبک شد 300 گرم گوشت چرخ کرده داریم که اضافه میکنیم، کمی تفت میدیم تا گوشت ها از هم باز بشه و کمی سرخ بشه تا بوی خامی گوشت گرفته بشه. بعد که گوشت سرخ شد ادویه داریم، زردچوبه و ادویه پلویی. زردچوبه رو اول اضافه میکنیم، کمی تفت میدیم تا بوی سخن زردچوبه گرفته بشه و بعد ادویه پلویی رو نصفش اضافه میکنیم و نصفش نگه میداریم برای وقتی که برنج خواستیم دم بذاریم. تمام مواد که با هم مخلوط کردیم، 2 عدد باذنجان رومی خرد شده داریم که به مواد گوشتی اضافه میکنیم، روی حرارت خیلی بالا تفت میدیم تا آب گوجه گرفته بشه و کمی سرخ بشه. بعد داخل ظرف جداگانه اندازه 2 قاشق غذاخوری روغن میریزیم. کمی که روغن داغ شد لوبیای سبز داریم که لوبیای سبز اضافه میکنیم، کمی سرخ میکنیم تا بوی خامی لوبیا گرفته بشه. بعد که آب باذنجان رومی گرفته شد 1 قاشق غذاخوری روب داریم، روبم بهش اضافه میکنیم، کمی سرخ میکنیم تا رنگ روب باز بشه. لوبیاها رو هم هر چند دقیقه یک بار پشت رو میکنیم که تا نسوزه. بعد که لوبیاها را تفت دادیم و بوی خامی لوبیا گرفته شد به مواد گوشتی اضافه میکنیم و با مواد گوشتی مخلوط میکنیم در حد 2-3 دقیقه. دوباره با مواد گوشتی تفت میدیم. زعفران دم کرده داریم، اندازه 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده اضافه میکنیم، نمک و 1 لیوان آب جوش. همه رو با هم مخلوط میکنیم، در ظرفم میبندیم، به مدت نیم ساعت میذاریم که با حرارت متوسط لوبیا و گوشت پخته بشه. دوستان عزیز ببینید که لوبیا و گوشت به خوبی پخته شده و هیچ آبی در ظرف ما نمیبینیم و بعد در زیر حرارت خاموش میکنیم. در این قسمت برنج داریم که من برنج از چند دقیقه قبل خیس کردم و آب کشی کردم. برنج زیاد نباید نرم بردارین، کمی دونتر بردارین. داخل ظرفی که میخوایم برنج دم بذاریم کمی روغن میریزیم. من از تدیگ سیب زمینی استفاده کردم، شما از هر تدیگی که خوش دارین میتونین استفاده کنین یا حتی اصلا تدیگ هم نذارین. بعد کمی زعفران داریم که روی سیب زمینی ها میریزیم که تدیگ از ما خوش رنگ تر بشه.
یک لایه برنج میریزیم و یک لایه از مواد لوبیایی که آماده کرده بودیم. همینطور کار ادامه میدیم تا برنج و مواد لوبیا و گوشتی از ما تمام بشه. بعد که برنج و لوبیا تمام شد، همه رو اضافه کردیم. زعفران دم کرده داریم که میریزیم و نصف ادویه پلویی که داشتیم، ادویه پلویی رو هم اضافه میکنیم. در این مرحله من از روغن استفاده نکردم. کمی کره داریم، کره رو من به تیکه‌های کوچیک تقسیم کردم و روی برنج میذاریم و بعد برنج دم میدیم به مدت 40 دقیقه. دوستان عزیز، ببینید که برنج به خوبی دم شده و اصلا دونای برنج به هم دیگه نچسبیده. لوبیا پلو یک غذای بسیار خوشمزه هسته. اگر تا الان درست نکردین حتما آماده کنین و با فامیل خود نوش جان کنین. اگر از این ویدیو خوشتان آمد لطفا کانال مرا سابسکرایب کنین و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار دوستان.